بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ان شاء الله تصمیم گرفتم یک درس های سلسله وار در موضوع عقاید اسلامی، اصول دین داشته باشم. شاید 30 جلسه باشد یا 35 حالا کمتر یا بیشتر، اما در این سلسله درس ها سعی میکنم با زبان خیلی ساده، روش خیلی ساده و عادی اصول دین، ریشه های دین، عقاید اسلامی را برای عزیزان توضیح بدهم. اما مقدمتاً لازم است به این نکته اشاره کنم که اگر ما اسلام را به یک درخت تشبیه کنیم، ریشه های این درخت می شود اصولش، عقایدش، اعتقادات دین، اما شاخه و برگ هایش می شود احکام و اخلاق. به عبارت دیگر اسلام از 3 بخش عبارت است. عقاید اسلامی، عقاید یعنی چیزهایی که هر مسلمان وظیفه دارد به آنها ایمان داشته باشد، باور داشته باشد. مثل اینکه خدا هست، باید ایمان به پیامبری داشت، نبوت، باید باور داشت به روز قیامت، زنده شدنی پس از مردن، یعنی بعد از انتقال از این جهان. بخش دوم اسلام احکام دینی است. احکام دینی یعنی یک سلسله عملهایی که باید مسلمان ها به آنها عمل کند، کارهایی که از مسلمان خواسته شده است که به آنها عمل کند. در احکام دیگر باور مطرح نیست، عمل است. مثل نماز، روزه، پرداخت زکات، انجام حج، کارها. و اما اخلاق که بخش سوم اسلام است، یک سلسله خصلت ها، خوی ها که از مسلمان خواسته شده است که خودش را با آنها آراسته کند، مثل راستگویی، اخلاص، تقوا و همچنین یک سلسله اخلاقهای رذیله و ناپسند که مسلمان باید خود را از آنها دور کند، مثل دروغگویی، مثل ریا، عرضم حضور شما خلف وعد، اینها. پس اسلام اگر ما تشبیه کنیم اسلام را به یک درخت، ریشه هایش چی بوده است؟ عقاید دینی و شاخه و برگ هایش احکام و اخلاق. و این را هم باید دانست که اینها با هم تأثیر دارند. خب این یک نکته است که خیلی از مردم از این غافل هستند. یعنی اگر هر مقدار که عقاید ما مستحکم تر باشد، عمل ما بهتر خواهد بود. برعکس و همچنین اخلاق ما هم بهتر خواهد بود و برعکسش هم درست است. یعنی اگر ما اخلاق خوب داشته باشیم، یعنی خود را پایبند بسازیم به اخلاقهای اسلامی و انجام احکام، ایمانی ما هم مستحکم تر می شود. یعنی اینها با هم یک تأثیراتی متقابل دارند. در قرآن هست که یک جایی که در یک جا خدا می‌فرماید که اینها چرا منکری روز قیامت شدند؟ دلیلش را قرآن می‌فرماید به این دلیل که دستانشان به گناهان آلوده شد. یعنی یک مسلمان به خدا هم ایمان دارد و پیامبری هم ایمان دارد، اما همان مسلمان بیاد دست به گناه زند، به تدریج ایمانش هم ضعیف و اگر به گناهش
ادامه بدهد رفته رفته دیگر منکر میشه، یعنی از ایمان هم خارج میشود. علیاذ بالله. این خطرناک است. برای همین ما باید هم به اعتقادات توجه کنیم، هم به احکام و هم به اخلاق. اینها از هم جدا شدنی نیستند. این درست نیست که یک نفر هست، دیدید شما این معمولا در بین مردم رایج است که یک نفر را میبینید یک کاری بد انجام میدهد، شما میبینید که فرض کنید مشغول عرق خوردن است، بعد میگویید که این کار بد است در اسلام. میگوید نه، دل هم صاف باشد مهم این که دل صاف باشد. نه، این اگر تو دلی تو صاف بود، ایمانی تو درست بود، دست به این کار نمیزدی. ظاهری انسان حکایتگری باطنش است. چون این نیست که حالا یک نفر خیلی دارنده ایمانی مستحکم باشد و اما عملا در عمل بیاد دست به کارهای ناپسند و زشت زند. این یک مسئله. یک مسئله دیگر هست به عنوان اون هم در مقدمه میخوام عرض کنم، این که ما در اصلا قرآن از ما خواسته است که در اصول دین، در اعتقادات تقلید نکنیم از کسی. من حالا توضیح دیم، نگاه کنید. مثلا در احکام، اینکه چگونه نماز باید نماز بخوانیم یا چگونه حج انجام بدهیم، چگونه روزه بگیریم، ما معمولا یعنی تعبد میکنیم. به این معنا که میبینیم پیامبر چه نماز خوانده اند، همان گونه نماز میخوانیم، چون و چرا ندارد. صلوا کما رأیتمونی اصلی، پیامبر میگویند شما نماز رو به همون صورتی که من میخوانم نماز خوانید. پیامبر صبح 2 رکعت نماز میخواندند، 2 رکعت فرض میخواندند، 2 رکعت سنت. درست؟ خب دیگه سوال نمیشود که چرا 2 رکعت نه 3 رکعت. این چون چرا ندارد، چرا 2 رکعت ندارد. خدا گفته است. تعبد به همین معناست. خدا هر چی گفته است تو باید انجام دهی. اینجا هستید. چرا در وضو دستان را تا اینجا میشویند مثلا، چرا تا اینجا نه؟ دلیلش چیست؟ خب دلیلش چیست؟ همون روایت است. دلیل عقلی ندارد. این حداقل اگر داشته باشد هم ما مأمور نیستیم اون را بدانیم. ما در اینجا باید تعبد کنیم. یعنی در احکام کار مسلمان فقط تعبد است، برخلاف عقاید. در اعتقادات ما در هر چیزی که ایمان باید داشته باشیم، باید آن ایمان ما بر اساسی، بر پایه‌ای برهان و دلیل استوار باشد. پذیرفته نیست وقتی از ما بپرسند که چرا به خدا ایمان داری بگوییم چون خدا گفته است. این به معناست. یا چون پدرم گفته است، یا چون استادم گفته است، یا چون فلان شیخ گفته است. نه، این در اسلام پذیرفته نیست. اسلام این را قبول نمی کند. ایمان ما باید بر پایه هایی چنان که عرض کردم برهانی و دلیل های عقلی استوار باشد. در عقاید اسلامی همین است مسئله برادران. دوستان، اگر یک نفر بپرسد چرا به خدا ایمان داری، ما باید دلیل بیاریم. دلیلی که ما هم خودمان قانع شده ایم، حالا به طرف قانع شود یا نشود مهم نیست. مهم این که خودی ما قانع شده باشیم از آن دلیلی که برای ایمانی به خدا می آوریم. من این نکته را هم عرض کنم، یعنی این از تک تک مسلمانان خواسته شده است، از همه. یعنی هر کسی مسلمان است باید در زمینه اعتقادات تقلید نکند از کسی. این نکته را عرض کنم. این به معنای این نیست که حالا همه مسلمان ها وظیفه داشته باشند روند درس خوانند و مثلا درس دینی خوانند و فلسفه خوانند و عمر خود را مثلا صرف درس و بحث های دینی کنند. نه، مرادی ما این نیست. منظور من این است. ایمانی تحقیقی به این معناست. من یک مثال زنم
بهتر است با مثال خیلی روشن‌تر است. پیرزن نشسته بود، پیرزنی که سواد هم نداشت، جایی هم درس نخونده بود. از او پرسیدند که آیا تو به خدا ایمان داری؟ گفت بله. پرسیدند خب چرا؟ به چه دلیل؟ گفت که یعنی چون مشغول ریسندگی بود. در همان لحظه دست برداشت از ریسندگیش و گفت که ببینید همین چرخی کوچک و این سادگی اگر من نباشم، یعنی منی گرداننده نباشم، این چرخ نمیزند. با این حال چگونه این همه ستاره هایی که در آسمان هست، این همه پدیده هایی که در هستی میبینیم، در گیتی میبینیم، بدون گرداننده اینها چرخ میزنند. در یک وقت خورشید طلوع میکنند، در یک وقتی معین غروب میکند. نه 3 ماه بهار، 3 ماه تابستان، 3 ماه تو تیر ماه، 3 ماه زمستان، همه دقیق منظم. پاسخ داد این پیرزن که آیا معقول است بدون یک گرداننده این همه دور بزنند، چرخ بزنند؟ ببینید این دلیل در عین اینکه خیلی ساده است اما محکم است. در عین اینکه خیلی ساده است محکم است. پس مرادی ما از اینکه در اصول دین، در اعتقادات تقلید جایز نیست همین است. یعنی هر یکی از ما باید در دست دلیل داشته باشیم. برخلاف احکام که عرض کردم، در احکام ما فقط چشم بسته قبول میکنیم. شما از ملا میپرسید من نمازم رو چه خیلی خوانم، ملا به شما میگوید که مثلا در نمازی بامدادت را 2 رکعت فرض خوان، 2 رکعت سنت خوان، نمازی پیشین 4 رکعت فرض و 4 رکعت سنت، 2 رکعت سنت و الی آخره. این من دیگه چشم بسته قبول میکنم، دیگه اینجا به چون و چرا نمیکنم. چرا نمازی بامداد باید 10 رکعت باشد، من میخوام 12 رکعت خوانم؟ نه، تو غلط میکنی. تو باید در اینجا فقط تسلیم باشی. این یک مطلب. و اما اصول دین از نظر قرآن، ما اصلا تصمیم گرفتیم که اصول دین را فقط از منظر قرآن کریم بیان کنیم. هم مسائلی که باید با آنها ایمان بیاوریم کدام مسائل است، یعنی قرآن چی میگوید، و هم در استدلال و برهان ها فقط به همان دلیل ها تکیه خواهیم کرد که قرآن بر اونها تکیه کرده است. نه فلسفه خواهیم گفت، نه چیزی دیگر. فقط منبع ما، مأخذ ما قرآن است و بس. حالا اگر در روایات در جاهای تکیه میکنیم، اینها جنبه تقریبا درجه دومی دارد. ببینید اصول دین از نظر قرآن در آیتی 136 سوره نساء توضیح داده شده است. خداوند در این آیت می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. این یک سلسله از مسائلی است که باید به اینها ایمان و اعتقاد داشته باشیم. انشاءالله در جلسه بعدی من در خصوص این مسائل مفصلتر بحث خواهم کرد. و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. سلامت باشید.